خدا وکیلی نگاه کنید چه رنگی داره. من یکی از خصلتایی که دارم دستم به هر چیزی که میخوره خوشمزه میشه. به به. تک تک این زرده ها میتونست یک جوجه باشه، ولی در چرخه طبیعت قسمت شد که برای ما عضله سازی کنه فعلا. آره. ولی بعدا ما باز به خاک تبدیل میشیم، دوباره این دونه میشه، مرغ میخوره، بعدا جوجه میشه. جوجهشو نزنی. بله. از اتاق فهمان میگن که فکر نکن. ولی هر چیزی رو که ذهن قادر به تصورش باشه پس قابل به انجام شدن هست. این یکی رو بده 8 کم بزنم. حالا تنبا تو روغنات هم نه عالی بود. روغن کمه؟ بی نظیره برش. خیلی ولی من قول میدم محمد رضا هر چیزی که ازش خواسته باشیم براتون میده. پتانسیلشو داره بابک زنجانی 2 ایران باشه. به خدا اینقدر این بچه کاری و کاسب و مشکیه. درسته دیر پیداش کردم، هنوز دنیا رو فتح نکردیم، ولی قول میدم که ایران رو کم کم فتح بکنیم. آره دورت بگردم. بچه ها اگه کیک مثل من تونستیم بزنیم که اینقدر قشنگ اینا پف کنه و واقعا هم نسوخه، ولی همین شده آتیشش بیشتر میشه. دقیقا الان میخواستم بگم آقا محمد رضا اون موقع نه به اون شوریش این دینامیکی. ولی بچه ها نگاه کنید یه جوری داغه که همینجا هم همش میزنم. این جیز رو گوش کنید. جیز نگاه جیز. یک سری از افراد هستن برای همین صدای جیز کلی هزینه میکنن، هر گرم 300,000 تومان پول میدن، ولی اونا با سیخ میزنن. ما با قاشو جیز و پیز. آی دل برام قد بلنده چه صد دسته یکم بیا رو برسه جان. نه برعکس، من اینو هی از رو بر که پخته میشه میارم اینور، اینا سم دسته رو میدم اون بر. اینجوری نگاه میکنم ببینم خشکیش و سفتیش در چه حاله. من احساس کنم از این بیشتر دیگه خشک میشه و زننده.